آدمایی که موفقن، آدمایی که هدفهای بزرگ دارن، رویاهای بزرگ دارن، اونا هرگز به زندگی خود واقع بین نیستن. اونا واقع بینی را برای یک تعدادی از مردم دیگه واگذار کردن و همیشه با رشد و توسعه پیشرفت خود فکر میکنن و در هر وضعیت که قرار بگیرن باز هم سخت تلاش میکنن. اگر ما طرز فکر واقع بینانه داشته باشیم، هدفها، رویاها و آرزوهای خود واقع بینانه تعیین بکنیم، هرگز نمیتونیم مثل افراد موفقی که در این دنیا کار خاص و ماندگار انجام دادن جز اونا باشیم. یعنی مثل نیلسون ماندلا، ریچارد برانسون، لری پیج، سرگی برین، اوپرا وینفری و خیلی از افراد موفق دیگه. پس اگر ما هدفهای خود کوچک انتخاب بکنیم، به همان اندازه هم انگیزه میگیریم و امکان داره ما رو در نیمه رها بکنه. پس بزرگ فکر کنیم، بزرگ حرکت کنیم، بزرگ گام برداریم تا به نهایت استعدادمون دست یابه.